این روزا بازار یک چتبات خیلی داغ شده و تازگی‌ها داره خودشو به اوج میرسونه. تقریبا میشه گفت هم دوست و هم رقیب چت جی پی تیه، اون کوپایلته. سلام، من رضا جدیدی هستم و توی برنامه هام از تازه‌های فناوری، بررسی برنامه ها و آموزش اندروید بهت میگم. قراره خیلی چیزای باحالی رو با هم تجربه بکنیم و قراره توی این برنامه با هم بررسی و آموزش کوپایلت رو ادامه بدیم. بریم خیلی سریع و راحت کوپایلت رو شروع کنیم. کوپایلت محصول شرکت مایکروسافت. توی ویدیو چت جی پی تی اگر دیده باشید میدونید که مایکروسافت با سرمایه‌گذاری 10 میلیارد دلاری خود چت جی پی تی رو بنیانگذاری کرده. این چت جی پی تی که ایجاد شده باعث شده که یه انقلاب نوینی توی هوش مصنوعی ایجاد بشه و چت بات به صورت کاملا هیجانی در کل جهان فالوور زیادی بگیره. واسه همین مایکروسافت هم نخواسته از این عرصه عقب بمونه و اومده یک عرصه رقابتی توی موضوع ایجاد کرده و یک چت بات دیگه با همون قابلیت ها و البته با یک سری پلاگین ها و قابلیت های باحالتر از چت جی پی تی بیرون داده به اسم کوپایلت. ویژگی خیلی باحالی که این برنامه داره اینه که رایگانه، با تمام محدودیت هایی که در کنارش هست. جی پی تی 4 و دالی 3 رو به صورت کاملا رایگان به ما ارائه میکنه، در صورتی که اگر میخواستیم چت جی پی تی رو استفاده بکنیم ما حتما باید یک اشتراک ماهیانه به قیمت 20 دلار رو خریداری میکردیم تا بتونیم دالی 3 و جی پی تی 4 رو در کنارش استفاده بکنیم. یک توضیح خیلی کوتاه در مورد دالی 3 بهتون بدم. دالی 3 موتور هوش مصنوعی تولید عکسه که توسط شرکت اوپن ای آی ارائه شده و در تمام پلتفرم‌ها گسترش پیدا کرده و ای پی آی های اون هم وجود داره که میتونن افراد برای برنامه‌هاش استفاده بکنن یا چت بات جدا درست بکنن یا انواع هوش مصنوعی رو با همون موتور ایجاد بکنن. شما میتونید توی این برنامه تولید عکس انجام بدی با موتور دالی 3 که در قسمت پایین این برنامه وجود داره و میتونی با نوشتن با جزئیات کامل در مورد اون عکسی که دوست داری عکس مورد نظرت رو انتخاب. بهتره که برای این موضوع زبان انگلیسیتون یکم خوب باشه یا از گوگل ترنسلیت استفاده بکنید تا بتونید عکسای بهتری تولید بکنید، چرا که این موتورها با زبان انگلیسی توانایی درک بهتری دارن. یک ویژگی خیلی جالب این برنامه داره. شما میتونی عکس برای این برنامه بفرستی و ازش سوال بکنی که این موضوعی که در این عکس هست چیه. مثلا من در مورد موتور سوالاتی دارم، موتوری که شاید خراب شده باشه یا یک قسمت از ماشین که اطلاعی ازش ندارم یا قسمت از کامپیوتر به مشکل خورده، میتونم ازش عکس بگیرم و عکس رو برای این برنامه بفرستم و با این وجود میتونم از این برنامه اطلاعاتی دریافت کنم که این قطعه یا این موضوع چیه و اطلاعات بیشتری ازش داشته باشم. یک ویژگی خیلی خوبی که داخل این برنامه هست، ما وقتی میخوایم چت بکنیم با این برنامه از اون نوشته هایی که از انواع سایت ها و داده هاش استفاده کرده تا به ما جواب بده رفرنس گیری میکنه و یک لینک داخل همون پیامی که واسه ما میفرسته قرار میده. یعنی ما اگر خواستیم سایت اصلی اون موضوع رو بررسی بکنیم، داخل اون چتی که با ما انجام داده و زیر همون جواب لینک هایی برای ما قرار داده که میتونیم استفاده بکنیم. به علاوه این که وقتی سوالاتی در مورد مسائل مختلف و تخصصی میکنیم، وقتی که جوابهایی رو ارائه میده در کنار اون یک سری لینک ها هم در کنار اون میگذاره که بتونیم جوابمون رو کاملتر به دست بیاریم و بتونیم اطلاعات بیشتری داشته باشیم. بریم از قابلیت های جذابی بهتون بگم که اگر بدونی کاملا ذهنیت رو در مورد چت جی پی تی عوض میکنه و به سمت همین برنامه میاد. یکی از اون ویژگی ها توانایی قیمت دادن روزانه در مورد انواع مختلف موضوعاته. یعنی شما میخوای قیمت دلار رو بدونی، قیمت خودرو بدونی، قیمت انواع محصولات رو بدونی، قیمت انواع محصولات رو از بقیه سایت ها در بیاری، میتونی از کوپایلت استفاده بکنی. فقط کافیه که ازش سوال بپرسی و همون لینک ها با همون جواب ها رو به تو میده و کاملا جواب ها بروزه. یه قابلیت جذاب دیگه هم داره که ما میتونیم از این برنامه تخصصی‌تر استفاده بکنیم. مثلا به عنوان راهنمای سفر ازش درخواستایی داشته باشیم یا به عنوان دستیار آشپزی ازش استفاده بکنیم یا بتونیم یه مربی فیتنس توی گوشمون داشته باشیم. مثلا توی راهنمای سفر ما میتونیم ازش بپرسیم که چه هتل‌های خالی هست یا میتونیم چه هواپیماهایی رو رزرو کنیم یا چه قطارهایی الان خالی هستن من میتونم صندلی بخرم و خیلی چیزای دیگه. البته میدونید که اینا واسه ایران کار نمیکنه. و اینکه شما میتونید توی دستیار آشپزی ازش انواع سوال‌ها رو در مورد آشپزی بپرسی، یا من چیکار کنم یه غذای خاص بپزم، یا مثلا در مورد نگهداری غذاها چیکار بکنم و خیلی سوال‌های دیگه در مورد آشپزی. و اینکه در مورد مربی فیتنس هم یه توضیحاتی بدم، اینکه شما میتونی انواع برنامه‌های چی بود؟ ای بابا. انواع برنامه‌های بدنسازی رو ازش بگیری، انواع ورزش‌ها رو ازش بگیری، رژیم غذایی ازش بگیری و واسش تعیین کنی که من در چه مدت میخوام این اتفاق برام بیفته.
این برنامه پشتیبانی از زبان فارسی رو داره، اما خیلی از قابلیت‌ها برای ایران موجود نیست و اینکه شما در جستجوی صوتی نمیتونی ازش به صورت صوتی کمک بخوای، در صورتی که شما در چت جی پی تی میتونی ازش صوتی سوال بکنی به صورت فارسی و صوتی هم جواب بگیری. در اینجا 1 تا 2 نمونه چت هایی که با کوپایلوت کردیم رو بهتون نشون میدیم تا ببینیم چه عملکرد خوبی میتونه بهمون نشون بده. غیر از اون قابلیت‌های جذابی که تا الان در مورد کوپایلوت یاد گرفتیم، یک ویژگی خیلی جذاب داره به اسم پلاگین ها. شما با فعال کردن پلاگین ها میتونی قابلیت خیلی بیشتری از داده‌های بزرگ دنیا که بهش متصلن داشته باشید. توی این برنامه 13 تا پلاگین وجود داره که به انواع سایت‌های مهم وصله که میتونه خیلی به ما تو خیلی از زمینه‌ها کمک بکنه که من فقط 3 تاشو نام میبرم به صورت جزئی، بقیه‌شو خودت برو ببین و کلی لذت ببر. اولیش که خیلی برای من جذابه پلاگین سونو هست. شما با سونو میتونید موسیقی درست کنید. با توجه به علایقتون، با توجه به اطلاعاتی که به چت بات میدید، شما میتونید یک موزیک جدا درست بکنید. شما میتونید یک موسیقی درست بکنید که هم با کلام باشه و هم بی کلام باشه و مختص علایق شما باشه و این خیلی جذابه. دومین پلاگین شاپ هست. شما میتونید انواع محصولات رو در سرتاسر جهان با قیمت‌هاشون ببینید و قیمت‌هاشون رو با هم مقایسه بکنید و از تنوعشون در انواع برندها مطلع بشید. میدونی که اینها همشون با دلار و یورو کار میکنن و ممکنه برای خرید حتما باید مسترکارت داشته باشید و فقط برای مقایسه قیمتی مناسبن. و پلاگین آخر که اوپن تیبل هست. شما با این پلاگین میتونید انواع رستوران‌های اطرافتون رو پیدا بکنید و میز رزرو بکنید و حتی غذاتون رو از قبل انتخاب بکنید تا بتونید اونجا سفارش بدید و استفاده بکنید. خیلی خوشحال شدم که با من رضا جدیدی تا آخر یک ویدیو اومدی و یه چیز خوب یاد گرفتی و با کوپایلوت آشنا شدی. پیشنهاد میکنم که این برنامه رو دانلود کنید. اگر بقیه ویدیوها رو میخوای ببینی میتونی توی کانال تلگرام عضو باشی و حتی همین الان بری ویدیوها رو ببینی. ویدیوهای بعدی که اینجا هم میذارم از دست نده که کلی جذابیت دارن. اینجا از 5 ساله تا 50 ساله همه راحت یاد میگیرن.